امروز اومدم که اولین ویدیو یوتیوبم رو با این موضوع شروع کنیم که اگر که به لاین رنگ علاقه داریم چجوری باید وارد این حرف بشیم. یعنی اولین قدممون برای این لاین باید چی باشه، چه اشتباهاتی رو نباید مرتکب شیم و کلی نکات دیگه که مطمئنم خیلی به مسیرتون کمک میکنه. و واقعا همیشه میگم اگر که کسی بود اون اول به من اینا رو میگفت، خب مسیر برام خیلی هموارتر میشد. یه سری تجربیات رو میخوام در اختیارتون بذارم که امیدوارم که واقعا موفق بشید. خب اولین قدم به نظرم من اینه که شما باید از خودتون بپرسین که من لاین رنگ رو توی چه سطحی دوست دارم. یعنی برای اینکه برای خودم، برای خانواده‌ام فقط بتونم انجام بدم و حالا دوست دارم که همیشه موهام خوشگل باشه، رنگی باشه، خودم بتونم این کار رو انجام بدم، یا اینکه نه دوست دارم واقعا وارد یه حرفه‌ای بشم، یه هنری رو یاد بگیرم و ازش بتونم کسب درآمد کنم. اولین چیزی که باید به خودتون مشخص کنید اینه، یعنی شما باید تصمیم بگیرید که هدفتون از وارد این لاین شدن به چه صورته. خب ببینید راهاش خیلی متفاوته دیگه. اگر که شما بخواید فقط برای خودتون انجام بدین، حتی بعضی وقتا خیلی نیاز نیست که اصولی و ریز به ریز جلو برین. شما فقط نیازه که دقیقاً مثل میکاپ که میگم میکاپ خودآرایی، شما نیازه که یه سری چیزای جزئی یاد بگیرین و حالا لازم نیست که دقیقاً علم رنگ مو، علم ترکیب رنگ و همه اینا رو یاد بگیرین، چون جدیداً به این صورت هم هست که شما اگر که برین مراجعه کنید به یه سری لوازم آرایشی ها براتون ترکیب رنگ میدن، یعنی شما اون ترکیب رنگ رو لازم نیست یاد بگیرید. اما خب یه مسئله که هست اینه که اگر بخوایم خیلی حرفه‌ای وارد این لاین بشین، باید تمامی تکنیک‌ها، تمامی ترکیب رنگ‌ها و علم رنگ مو رو یاد بگیرید. علم رنگ مو رو یاد بگیرید. بنابراین خب خیلی تفاوتشه. از همین اول شما باید هدفتون رو مشخص کنید از شروع این مسیر. بعد یه سری نکات هست که میخوام بهتون بگم. بچه‌ها ببینین آموزش به دو صورته. شما فنی حرفه‌ای میتونید آموزش ببینید و مدرک سرتیفیکیت میتونید بگیرید از استادایی که حالا براتون دوره برگزار میکنن. مزایا و معایبش رو میخوام بهتون بگم. ببینین من خودم به شخصه از فنی حرفه‌ای شروع کردم، چون اون موقع فکر میکردم که فنی حرفه‌ای چون یه چیز جامعه، چون یه چیز مدرک معتبری به شما میده، در واقع خب آموزش خیلی بهتری داره، خب در سطح کشوری و آموزش خیلی بهتری داره. بعد از اینکه دوره فنیمو گذروندم و حالا کلاس‌های دیگر رو شرکت کردم، فهمیدم که راستشو بخواید اونقدر آموزش فنی حرفه‌ای کامل نیست. یعنی میان به شما یه سری چیزای خیلی سطحی رو آموزش میدن. البته اینو بهتون بگم اگر که مبتدی هستین براتون خوبه، خیلی چیزا یاد میگیرید. اما من اگه میخواستم برگردم به عقب، قطعا اول میرفتم یه جایی یه استاد خیلی خوب پیدا میکردم، پیش اون آموزش میدیدم و بعد میومدم سراغ فنی حرفه‌ای. شما به مدرک فنی حرفه‌ایتون نیاز دارید. خب حالا اگر که بخواید سالن بزنید، اگر که حالا جایی بخواین برین مدرک ازتون بخوان، ولی در کل زیاد اینجوری نیست که مدرک ازتون بخوان. اکثرا اینطوریان که نمونه کارهای شما رو میبینن و بهتون میگن که بیاین تست بدین، اگر که تستتون اوکی بود میتونین شروع به کار کنید. اما به نظر من مدرک فنی حرفه‌ای براتون خیلی لازمه، یعنی اینکه داشته باشین خب خیلی بهتره، مخصوصا توی لاین رنگ که کار خیلی ریسکی هست و شما اگر مدرک داشته باشین خب خیلی به نفعتونه. آموزش های بیرون، حالا هر استادی که خودتون مد نظرتونه فکر میکنید کارش خیلی خوبه، یه دوره تقریبا میشه گفت چند روزه الی یک هفته نهایت برای شما میذارن که 0% رنگ مو رو به شما آموزش میدن و تخصصی آموزش میدن. آموزش‌هاشون اکثرا به نظر من از فنی حرفه‌ای بهتره. و اینکه اینو باید در نظر بگیرید که شما بعد از اینکه اون دوره رو گذروندین، نمیشه گفتش که شما توی یک هفته آموزش دیدین و بعد از اون یک هفته رنگکار میشید.
همچین چیزی نیست. شما توی فنی حرفه‌ای هم که آموزش ببینید بازم بعد از اون دورتون رنگکار نمیشید بچه‌ها. شما لازمه که بعد از اینکه آموزش دیدین حداقل به مدت 6 ماه دستیار وایسین. یعنی شما اون آموزشایی که میبینید، مدلایی که براتون اونجا میزنن، حالا مدلایی که اونجا ممکنه خودتون بزنید، نمیتونید با یه بار 2 بار انجام دادن بگید که من کالریست شدم. اصلا همچین چیزی نیست. خب شما حداقل بعد 6 ماه دوره کارآموزی یا دستیاری باید وایسید. حالا اگر که دیدین که نیازه که بیشتر وایسین، که بیشتر تجربه کسب کنید، میتونید تا 1 سال هم وایسید. خب و اینکه یه ایرادی که به نظر من خودم داشتم این بود که سال اول آموزشم خیلی وسواس شده بودم و دوست داشتم که همه چیزو بلد باشم. دوست داشتم که کوچکترین نکته‌ای نمونده باشه و بعد من برم کار کنم. در این حدم نباشید بچه‌ها. حالا خیلی از اساتید رنگ یه سری اسمای عجیب غریب میان روی تکنیکاشون میذارن که شما اصلا نباید درگیر اسم باشین. در واقع ببینید تکنیک چیه، ببینید ترکیب رنگ چیه. میان روی همون تکنیک هایی که شما بلدین، روی همون ترکیب رنگ هایی که شما بلدین، یه سری اسمای عجیب غریب میذارن. مثلا به فرض مثال چه میدونم دکولوره باربی یا مثلا آمبره روسی. شما آمبره‌تون آمبره است یا دکولوره‌ای که انجام میدین، تمام دکولوره‌ای که انجام میدین همونه تکنیکش. خب یه تفاوت‌های خیلی جزئی داره که حالا شما وقتی اسم اینو به گوشتون میخوره فکر میکنید که واو مثلا چه چیز خیلی بزرگیه، من هنوز اینو بلد نیستم، هنوز اینو یاد نگرفتم، اونو یاد نگرفتم و خب اعتماد به نفستون رو از دست میدید. به هیچ عنوان این شکلی هم نباشه. حالا یه سری جاها هستن که شما میتونید برید آموزش ببینید و دوره کارآموزی هم بعدش پیش خودشون میتونین بگذرونین، دستیاری و کارآموزی. یه سری هم هستن که نه فقط کارشون آموزشه. شما بعد از آموزشتون باید برید با یه مجموعه صحبت کنید، با یه سالن صحبت کنید، با رنگکارشون صحبت کنید که ببینید که دستیار لازم دارن یا نه. قبل از اینکه برید دستیاری کارآموزی حتما راجع به اون سالن، اون کالریست حتما تحقیق کنید، ببینید که شیوه کارش به چه صورته. بچه‌ها اگر که بتونید سالنایی پیدا کنید که تخصصی کار رنگ مو انجام میدن، یعنی یه طبقهشون، حالا اگر که چند طبقه باشن، یک طبقهشون یا یه تیکه از محیط کاریشون صرفا برای کالریستشون باشه، خب اون کار خیلی تخصصی هست دیگه و خب آموزشاتون، دوره دستیاریتون، اینا خیلی براتون مفیدتر واقع میشه. بعد اینکه اگر بخوام راجع به نحوه دستیاری و حالا شرایطشون بهتون بگم، ببینین شما بعد از آموزشتون دوره دستیاریتون هم باید جزء آموزشتون در واقع حساب کنید. چرا؟ یعنی سرمایه میخواد، حالا باید کار کنید در قبال آموزشی که میبینید. اینطوری نباشه که بگید من آموزش دیدم پس الان میرم دستیاری و اونا موظفن که به من حقوق پرداخت کنن. خب اصلا همچین چیزی نیست. چون شما وقتی که بعد از آموزشتون تموم میشه یه دستیار مبتدی حساب میشید. دستیار مبتدی نیاز داره به اینکه کار روی سر مشتری ببینه، فویل پیچی یاد بگیره، چک فویل یاد بگیره و خیلی چیزا یاد بگیره و معمولا بابت یه همچین دستیاری که حالا لازمه که روش کار بشه، بهش آموزش داده بشه که حالا کارش بهتر شه، سرعتش بره بالاتر، حقوقی پرداخت نمی‌کنن. خب حالا بعضی جاها هم هستن که بابت دستیاری از شما یه مبلغی هم دریافت میکنن. یعنی به فرض مثال میگن که ما این مبلغ رو برای دستیاری یا کارآموزیمون از شما دریافت میکنیم که شما به مدت مثلا 3 ماه 6 ماه بیاین و برای ما کار کنید. خب یعنی نه تنها بهتون حقوق نمیدن، ازتون یه مبلغی هم دریافت میکنن. حالا یه سری جا هم هستن که نه، میگن که کار در قبال آموزش، یعنی شما 3 ماه 6 ماه، حالا هر مدتی که اونا مد نظرشونه، معمولا بین 3 تا 6 ماه، حالا تا 1 سال هم هست، باهاتون قرارداد میبندن و میگن کار در قبال آموزش. یعنی شما در قبال آموزشی که اونها به شما میدن، مشتریایی که اونها در
اختیار شما قرار میدن، البته نه به صورت کامل، ولی خب مثلا ممکنه فویل پیچی انجام بدین روی سرشون یا حالا رنگساژ بزنید، کار دیگر رو انجام بدین. در قبال کاری که شما میکنید بهتون آموزش میدن. درسته؟ این از بعد از دوره دستیاریتون شما میتونید که وارد بازار کار بشید. خب اما من یه نکته اینجا بهتون بگم، یکی از اشتباهاتی که من خودم داشتم و فکر میکردم که همه چیز کاره، فکر میکردم که باید حتما کار خوب تحویل بدم و هیچ چیز دیگه نیاز نیست. بچه‌ها این واقعا باور غلطیه که یعنی آسیب زننده ترین باوریه که شما میتونید داشته باشید. ببینید کار خوب خیلی مهمه، سرعت شما خیلی مهمه، موادی که استفاده میکنید روی خروجی کارتون خیلی تاثیر داره، اما چیزی که در نهایت برای شما مشتری میاره، برای شما کار میشه، در واقع پیج اینستاگرامتونه. یعنی شما از همون موقعی که رفتین سراغ دستیاری و حتی موقعی که رفتین آموزش عکس و فیلم داشته باشین از کاراتون. یعنی اون دوره‌ای که شما میرید دستیاری حتما سعی کنید کارهایی که انجام میدین، نمونه کارهایی که میزنین رو عکس بگیرین و فعالیت داشته باشین توی پیجتون. خب اینطوری نباشه که شما یک سال و نیم زحمت بکشید تا آموزشاتون رو بگذرونید، حالا آموزش‌های بیرون، آموزش‌های فنی دستیاری، و تازه بخواید بیاین شروع کنین. وقتی وارد یه سالن میشین، حالا الان شرایط سالن هم کامل بهتون توضیح میدم، وقتی وارد یه سالن میشید اصلا مشتری نداشته باشید. خب این خیلی بده، این خیلی در واقع شما رو از کارتون زده میکنه و شما هر چقدر که کارتون خوب باشه در نهایت باید یه مشتری بیاد که شما بتونید اون هنرتون رو، اون تکنیکا، اون چیزایی که بلدین رو روی موهاش انجام بدین که در نهایت برای شما مشتری بیاره، تبلیغاتتون بشه و حالا بتونید که توی لاینتون موفق باشید. از لحاظ سالن ها هم بخوام بهتون بگم که سالن ها بعد از اینکه شما دورتون رو گذروندین، دوره دستیاریتون رو گذروندین، به چه صورت کار میکنن الان بهتون کامل توضیح میدم. اما یه نکته که قبلش باید بهتون بگم اینه که ما دستیارهایی هم داریم که حقوق دریافت میکنن. خب یعنی شما بعد از اینکه دوره دستیاری رایگانتون رو گذروندین یا یه مبلغ دادین و دورتون رو گذروندین، یه سری جاها هم هستن اگر که فکر میکنید هنوز اعتماد به نفس اینو ندارید که بخواید تنهایی برین کار کنین، یه سری جاها هستن که حقوق بهتون پرداخت میکنن بابت دستیاری، اما شما دیگه اون موقع دستیار حرفه‌ای هستین، دستیار مبتدی نیستین. به خاطر همین بهتون یه مبلغ حقوق میدن که شما براشون در واقع کار کنید و اکثرا باید به فویل پیچی مسلط باشید، به چک فویل مسلط باشید و به یه سری کارهای خیلی حالا تکنیک و اینا باید مسلط باشید که در واقع اونا کارشون راه بیفته و خب براشون بصرفه که به شما حقوق بدن. این از این. پس ما دو نوع دستیاری داریم، یه دستیاری مبتدی، یه دستیاری حرفه‌ای که برای گزینه اول هیچ حقوقی پرداخت نمی‌کنن و کار در قبال آموزش، یا ممکنه که ازتون یه مبلغی هم دریافت کنن و گزینه دوم به این صورته که به شما حقوق پرداخت میکنن در قبال حالا کاری که براشون انجام میدین و مشتری که راه میندازید. بچه‌ها هر چقدر دستتون تندتر باشه، کارتون تمیزتر باشه، امکان این که حقوقتون بیشتر بشه هست. خب بریم سراغ سالن‌ها. سالن‌ها به دو صورت کار میکنن، یک به صورت درصدی و دو به صورت اجاره. حالا تفاوت این دوتا چیه و برای شما که اول کارین بهتر که کدوم رو انجام بدین؟ بچه‌ها به صورت درصدی مشتری از سالن هست، یعنی سالن به شما مشتری میده و از هر مشتری شما باید به سالن درصد بدید. معمولا توی این حالت درصدی مواد و متریال از خود کالریسته، از شما باید باشه و کار از شماست و 60% برای شما، 40% از هر مشتری باید به سالن پرداخت کنید. معمولا به این صورت. حالا
یه سری سالن هستن که میگن مواد مصرفی و متریال رو ما خودمون براتون تهیه میکنیم. حالا این میگم احتمالش خیلی کمتره، ولی خب این شکلی هم هست، میگن ما خودمون براتون تهیه میکنیم و خب درصداش تفاوت داره دیگه، 70-30 یا مثلا 80-20 بستگی داره و اکثرا توی درصدی متریال با خودتون هست، مشتری از سالن است. توی اجاره بهتون یک صندلی اجاره داده میشه، یعنی شما ماهانه قرارداد که میبندید ماهانه یه مبلغی رو بابت اون صندلی به سالن پرداخت میکنید و سالن بهتون دیگه مشتری نمیده، یعنی شما مشتریای خودتون رو فقط موظف هستین ببرید و هیچ انتظاری نباید از سالن داشته باشین که حالا بهتون مشتری بده. معمولا برای اجاره به این صورته. حالا این وسط یه سری استثناها وجود داره که سالن میگه که اگر که کار شما خوب باشه، این صندلی رو داری اجاره میکنی و کار شما خوب باشه، منم بهتون مشتری میدم. اما مشتریایی که سالن بهتون میده باز به صورت درصدی حساب میشه، درسته؟ یعنی شما مشتری خودتون داری، مشتری سالن هم داری. البته اینم بگم توی اون بخش که بهتون گفتم که درصدی فقط سالن بهتون مشتری میده، اینطوری نیست که شما نتونید اصلا مشتری خودتون رو ببرید، میتونید مشتری خودتون رو ببرید، ولی اگر که مشتری زیاد دارید براتون به صرفه است که اجاره کنید، چون به فرض مثال شما برای یه صندلی ماهانه چه میدونم 3 تومن 5 تومن 7 تومن پرداخت میکنید و خب براتون خیلی به صرفه تر اگر که مشتری زیاد دارید. حالا اون وسط بهتون سالن هم مشتری بده، به صورت درصدی باهاش کار کنید، خیلی براتون میصرفه. اما برای اول کار که شما تازه میخواین این لاین رو شروع کنید، بهتره که با سالن ها به صورت درصدی کار کنید، چون اون اوایل معمولا آدم خیلی مشتری نداره و نیاز داره به اینکه یه سالن بهش مشتری بده، تولید محتوا کنه و حالا بتونه اون کاری که اون هنری که داره رو ارائه بده. اما یه چیزی که همیشه من این وسط درگیرش بودم تا یه مدت این بود که بچه‌ها سالن هایی که بخوان با شما درصدی کار کنن زیاد نیستن. خب یا پرسنل خیلی حرفه‌ای با سابقه کاری بالایی میخوان، یا اینکه اصلا معمولا جای پرسنلشون خالی نمیشه. شما یه سری راهکارا بهتون میدم که حالا ممکنه که خیلی تاثیر بذاره روی روند پیدا کردن سالنتون. اگر که کارتون کیفیتش بالاست و از کارتون مطمئن هستین، حتما باید برین پیش این سالونا تست بدید. یعنی بهشون پیام میدین، زنگ میزنین، پیجشون رو پیدا میکنین و حالا یه جوری باشون ارتباط میگیرین و بهشون میگین که مثلا من کالریستم و حالا انقدر سابقه دارم به تمامی تکنیک ها مسلطم، ترمیم ها باید مسلط باشید، تکنیک ها مسلط باشید و اینکه اونا اگر رنگ کار بخوان بهتون میگن بیاین تست بدین. خب بهتون میگن شما بیاین تست بدین روی مدل زنده و اینکه اگر که کارتون مورد قبولشون باشه شما رو استخدام میکنن، باهاتون قرارداد مینویسن. این به این صورت هست و اکثرا توی همه لاین ها وقتی که شما میخواین برید به صورت درصدی کار کنید، حالا اجاره اکثرا این شکلی نیست که شما برید تست بدید، چون دارید اجاره میدید و مشتری خودتونه، سالن نمیخواد بهتون زیاد مشتری بده و در صورتی بهتون مشتری میده که حالا ببینه کارتون خوبه و اونم گفتم که درصدی باهاتون کار میکنه. اکثرا برای سالن های درصدی شما باید تست بدید، اینو در نظر داشته باشین و اینکه برسیم به مبحث اینکه ما اوایل کار باید با چه کیفیتی کار کنیم، باید به چه صورت کار کنیم. بچه‌ها نکته‌ای که هست اینه که شما برای اوایل کارتون خب یه سری ابزار و متریال نیاز دارین دیگه، که حالا من براتون ویدیوی این که چه ابزار و متریالی شما احتیاج دارین برای اول کار براتون ضبط میکنم و براتون میذارم. اگر سوالی داشتین راجع به موضوع ویدیو امروز یا حالا راجع به ابزارها برام کامنت کنید، من همه رو میخونم، دونه دونه جواب میدم و اگر که دیدم مبحث خیلی گسترده‌ای براتون ویدیو میگیرم. اما یه توضیح کوچیکی که بخوام بهتون بدم اینه که برای اول کار شما یه سری ابزارها و مواد و متریال ها نیاز دارید
که واقعا دارم بهتون میگم یکی از بزرگترین اشتباهاتی که ممکنه کسایی که مبتدی هستن انجام بدن اینه که مواد بیکیفیت استفاده میکنن برای مدل زدن، برای حالا مشتری ها مواد بیکیفیت استفاده میکنن. حالا دلایلش ممکنه به خاطر این باشه که بخوان زودتر به درآمد برسن، یه سود بیشتری داشته باشه براشون، یا اینکه اصلا هزینه‌شو نداشته باشن که بخوان متریال خوب تهیه کنن. اولا که شما برای اول کارتون اصلا نیاز نیست که برید یه عالم پودر، یه عالم اکسیدان، یه عالم چیزای مختلف بگیرید. شما با یه پودر، یه اکسیدان، یه مدل میزنید و حالا از اون مدل مبلغ موادتون رو دریافت میکنید و میرید میخرید، جایگزین میکنید. درسته؟ دو حالت هم بیشتر نداره دیگه. یا شما کامل سرمایه این که متریال و ابزارهاتون رو بخرید دارید، یا اینکه بودجهتون محدوده. من توی اون ویدیو براتون کامل توضیح میدم اگر بودجهتون محدوده چه متریال هایی بخرید که با کیفیت باشه و کارتون رو حرفه‌ای نشون بده ولی خب قیمتش براتون مناسب تر باشه، و هم برنده‌ای رو بهتون معرفی میکنم که حالا از لحاظ قیمتی یه مقدار بالا هستن ولی خب از کیفیتش دیگه شما کاملا مطمئنید. بچه‌ها مشتری یا مدل هایی که براتون میاد میره و اگه از کارتون راضی باشه براتون مدل میاره، مشتری میاره و خیلی میتونه کمکتون کنه. بنابراین اصلا از کیفیت موادتون نزنید و پیشنهاد میکنم که اگر میخواید این لاین رو شروع کنید خواهشاً یه بودجه رو براش کنار بذارید. حالا اینطوری نباشه که شما برسید به این مرحله‌ای که باید مواد و متریال بخرین و حالا به خاطر بودجه محدودی که دارین مجبور بشین که بی‌کیفیت بگیرین یا حالا به یه سری دلایل دیگه. به هیچ عنوان این اشتباهو نکنید. بعد مسئله بعدی که میخواستم بگم مسئله بعدی اینه که شما وقتی وارد بازار کار میشید یا حالا میخواین که آموزش ببینید، یه سری ویدیوها توی اینستاگرام میبینید که بچه‌ها این واقعیت نداره، بعضیشون جنبه تبلیغاتی داره. واقعا یه سری آموزش ها میبینید که واقعا درست نیست، ادیت شده است. یه سری چالش ها میبینید که میگم فقط جنبه این که وایرال شده باشه و حالا جنبه تبلیغاتی داشته باشه داره. مثلا چی؟ مثلا من یادمه یه مشتری داشتم اومد بعد به من گفتش که من یه ویدیو نشونتون میدم لطفا برای من توی اون سبک کار کنید. بعد ویدیویی که به من نشون داد یه خانم نشست روی صندلی و حالا موهاش بلند بود، کالریستش اومد با یه براش یه حالت کف و مس به موهاش کشید و بعد این کار رو نشون داد که موهاش یه بلوند خیلی خوشگل شده بود. خب و به من گفتش که به جای این که برای من فوی پیچی انجام بدین به این روش برام دکولوره کنید. ولی خب این روش اصلا روش درستی نیست. شما اگر بخواید با شونه مواد دکولوره رو بردارین به مو بزنید، مو نارنجی میشه، مو به هیچ عنوان بلوند نمیشه و اصلا نمیشه با این تکنیک ها مو رو بلوند کرد. خب اما خب شما به عنوان یک کالریست باید بتونید به مشتریتون مشاوره بدین و بهش توضیح بدین که این اصلا ویدیوی درستی نیست و صرفا جهت اینکه یه چالش براتون گرفته شده، صرفا جهت اینکه یه سری تبلیغات بخواد انجام بده گرفته شده و به این صورت. پس اصلا به ویدیوهای اینستاگرامی اعتماد نکنید. یا یه سری ها هستن میان میگن که روی پایه شیش دکولوره من بهتون رنگسنج یخی تحویل میدم. بچه‌ها این روش های اصولی درستی نیست. شما علاوه بر این که باید تکنیک ها رو یاد بگیرید، ترکیب و رنگ یاد بگیرید، باید علم رنگ مو بلد باشید. و اینکه من میخوام توی این چنل بهتون 0 تا 100 رنگ مو رو آموزش بدم، چه از تکنیک ها، چه از ترکیب رنگ ها و چه از علم رنگ مو. یه سری چیزایی هستش که شما واقعا باید بدونید اگر که میخواین کالریست خیلی خوبی بشین، اگر که میخواین یه کالریست با سواد باشید، یه چیزی که از دست بقیه دیدین میرید انجام میدید نباشه. واقعا علمشو داشته باشید. واقعا باید مثل
دانشگاه که میرید بشینید درس بخونید تا یه مدت، بشینید اون تئوریا رو حفظ کنید. و اینکه من بهتون پیشنهاد میدم اگر که حالا به این حوزه واقعا علاقه دارید، من نمیدونم چقدر ممکنه علاقه داشته باشین، اما شما باید برید مقاله هایی پیدا کنید از ساختار رنگ مو، از شیمی رنگ مو، از ساختار مو و از خیلی چیزای دیگه بخونید که علمتون بالا بره. میگم حالا من توی این چنل براتون ویدیوهای علمی میگیرم و 0 تا 100 آموزش رنگ مو رو براتون میذارم. نکته دیگه ای که هست میخوام بهتون بگم، بچه‌ها شما به عنوان یک کالریست باید بتونید به مشتریتون مشاوره بدید. مشاوره بدید بچه‌ها، مشاوره واقعا مهمه. شما باید هنر متقاعد کردن هم داشته باشید. یه سری موقع هست که مشتری میاد و از شما به فرض مثال، چیزی که حالا بین خانم‌های ایرانی خیلی پرطرفداره، رنگ موی نقره‌ای میخواد، نقره یخی میخواد، سفید میخواد. خب اینو از شما میخواد و خب شما باید به چهره شخص نگاه کنید، به رنگ پوست شخص نگاه کنید و حالا یه سری نکته ها هست که من براش باز ویدیوی جدا میگیرم چون مبحث یکم گسترده‌ایه. به آناتومی صورتش نگاه کنید و بهش بگید که این رنگ بهش میاد، این رنگ انتخابی که داره، یا بهتره که جایگزین بشه با یه سری رنگ‌های دیگه به خاطر اینکه چهرهش رو شیک‌تر نشون بده، به خاطر اینکه به توناژ صورتش بیشتر میاد، سنش رو پایین‌تر میبره. توی بعضی اوقات مثلا خانم‌هایی که یه مقدار سنشون بالاتره بیشتر دوست دارن که کاری که انجام میدن سنشون بیاره پایین. به شخص نگاه کنید، به شخصیتش توی همون چند دقیقه اولی که باهاش مواجه میشین. به همه اینا شما باید دقت کنید و بتونید یه مشاوره درست و اصولی و حرفه‌ای بهش بدید که بعد از اینکه کارتون تموم شد واقعا راضی باشه از رنگ موش، واقعا اون تغییر رو توی چهرهش ببینه. بچه‌ها رنگ مو واقعا خیلی تاثیر داره توی چهره، یعنی یه جور که به نظر من از 100 تا عمل زیبایی هم ممکنه بیشتر جواب بده روی یه سری از اشخاص. بنابراین شما مهمه که بتونید بهش مشاوره درست و دقیقی بدید. خب اینطوری هم نباشه که شما به فرض مثلا میاد میگه من رنگ نقره‌ای میخوام، شما بگید که نه این رنگ بهتون نمیاد، مثلا به فرض مثلا رنگ نسکافه‌ای بهتون میاد. نه بچه‌ها، بین رنگ انتخابی که خودشون دوست دارن شما مشاوره خودتون رو بدین، بعد بین رنگ انتخابی که خودشون دوست دارن و بین چیزی که شما دوست دارید میتونید یه تعادلی هم پیدا کنید حالا و براش انجام بدید. اما اینو همیشه یادتون باشه، در نهایت شما مشاورتون رو بدین، اما در نهایت هر چیزی که مشتری تصمیم گرفت براش انجام بدین باشه. بذارین که مشتری هر چیزی که خودش دوست داره روی موهاش داشته باشه. حالا آخر کار یا به این نتیجه میرسه که این تصمیمی که خودش گرفته، این رنگی که برای موهاش انتخاب کرده واقعا بهش نمیاد و حرف شما درست بوده، یا اینکه راضی از پیش شما میره و به خاطر اینکه در نهایت به تصمیمش احترام گذاشتید اون حس خوبه رو گرفته و باز هم پیش شما برمیگرده. درسته؟ یه سری خب کالریستا هستن که اخلاق غیر حرفه‌ای دارن، چیزی که مشتری نشون میده با چیزی که براش انجام میدن خب زمین تا آسمون فرق داره. بچه‌ها سعی کنید به این شکل نباشه، بذارید مشتریتون با اون حال خوب، با اون رضایت از سالن بره و میره براتون مشتری میاره. شما همین کار ناخونی که هر ماه انجام میدین و تصور بخوایم بکنین، شما اگر بخوایم بریم میشه یه نفری که بریم میشه یه آرتیستی که مثلا به فرض مثال میگین که برام فرنچ بزن، حالا مثل چیزی که خودم انجام دادم، میگین که برام فرنچ بزن، اما اون به شما میگه که نه مثلا فرنچ خوب نیست، بیا برات مثلا شاین بزنم. خب و شما باز فرنچ دوست دارین، ته دلتون دوست دارین که ناخوناتون اون مدلی که خودتون دوست دارین باشه. خب و براتون انجام نمیده چیزی که خودش دوست داره رو براتون انجام میده، شما قطعا سریع بعد پیشش نمیرید. درسته؟ میگین که این آرتیست برای من کاری که خواستم انجام نداد، خب پس چرا این باز باید مراجعه کنم؟ هر چقدرم که کارش خوب باشه، هر چقدرم که حالا باب سلیقتون باشه، نهایت یکی دو بار بعدش میرین باز میبینید اون چیزی که میخواین رو انجام نمیده و کلا آرتیستتون رو عوض میکنید، نیل آرتیستتون رو عوض میکنید و خیلی مهمه این قضیه. بعد
نکته بعدی که میخواستم بهتون بگم بچه‌ها، نکته بعدی که میخوام بهتون بگم اینه که شما سبک کارتون رو باید مشخص کنید. خب بعضیا هستن که سبک کارشون خیلی گسترده است. به فرض مثال از رنگ‌های خیلی اروپایی گرم انجام میدن تا رنگ‌های خیلی سرد و یخی. تکنیک‌های مختلفی انجام میدن و کارهای 0 تا 100 رو انجام میدن. اما یه سری هستن که به صورت تخصصی فقط یه سبک رو انجام میدن. به فرض مثال کسایی هستن که فقط سبک کار فانتزی رو انجام میدن، یعنی رنگ موهای فانتزی تخصصشونه، بیشتر اون سبک رو انجام میدن. یه سری هستن که نه، خب میان یکم کلاسیک تر میکنن، فقط سبک اروپایی انجام میدن. یه سری هستن که فقط کار دکلوره یخی انجام میدن، سفید انجام میدن. بچه شما باید سبکتون رو مشخص کنید. این برای زمانی هستش که شما مشتری دارین و دوست دارین که به اون سبک علاقه دارین و دوست دارین که اون سبک بیشتر توی پیجتون باشه. کسایی که به اون سبک علاقه دارن مشتری جذب کنید از اون سبک و مشتریتون بشن. اما خب شما در نهایت به عنوان یک کالریست باید به تمامی اصول و تکنیک ها مسلط باشید. شما هر چقدر هم که مشتری از یه سبک مد نظرتون داشته باشید، بالاخره مشتری میاد که دوست داره شما براش کارشو انجام بدین و یه سبک دیگر رو از شما میخواد. خب این صرفا جهت این هست که شما سبک کارتون رو مشخص کنید و حالا طبق سلیقه خودتون پیش برید. بچه‌ها یه نکته دیگه هم که هست میخوام بهتون بگم اینه که مسیر بقیه لزوما مسیر شما نیست. یعنی باید سعی کنید که حالا خلاق باشید و واقعا از علاقتون، از جون و دل برای کارتون مایه بذارید. اینجوری نباشه که بخواید حالا از دیگران کپی کنید و مسیر یه نفر دیگر رو پیش برید. سعی کنید که مسیر خودتون رو داشته باشید. بچه‌ها یه نکته دیگه ای که من الان یادم اومد بهتون بگم اینه که تمرین و تکرارتون باید واقعا زیاد باشه. تمرین و تکرار برای ترکیب رنگتون، تمرین و تکرار برای تکنیک هاتون و خب این قبل از این که شما بخواید برید روی مدل واقعی، روی مدل زنده یه شخص کار انجام بدین، بعد از قبل تمرین کنید. حالا تمرین به چه صورته؟ بچه‌ها ما ترکیب رنگ ها رو روی یه تیکه های موی کوچیک که بهش میگن کالیته انجام میدیم. شما ترکیب رنگ ها رو روی اون تمرین میکنید و حالا ممکنه که لازم باشه که زیاد تمرین کنید، ممکنه که نه، شما مثلا خیلی زود یاد بگیرید، دیگه اونش به خودتون بستگی داره دیگه. ولی خب روی تیکه موهای کالیته اول تمرین میکنید و بعد که مدل گرفتید دیگه شما ترکیب رنگ های قشنگ و خوشگلی بلدین که برای اون شخص انجام بدید. اما از لحاظ تکنیک اگه بخوام بهتون بگم، تکنیک ها روی حالا موهای اطرافیانتون میتونید انجام بدین، چون بچه‌ها تکنیک اینجوری نیست که شما بخواید تکنیک رو انجام بدین و مواد گذاری کنید. همین که حالا نحوه پوش دادن، نحوه مو جدا کردن، شلال برداشتن، نحوه تقسیم بندی مو، همینا رو هم بتونید روی اطرافیانتون حالا انجام بدین، روی دوست آشنا خانواده انجام بدین، خیلی خوبه. اما اگر که شرایطش رو دارین میتونین که یه سرمانکن هم بگیرید. سرمانکن بچه‌ها، سرمانکن ها به دو حالت دارن. یکی سرمانکن موی طبیعی هست، یکی سرمانکن موی الیاف. بچه‌ها سرمانکن موی طبیعی خیلی خوبه. خب شما میتونید روش چون مو طبیعی هست حتی مو رنگی کنید. خب اما هزینهش بالاه و اینکه بستگی به خودتون داره. اگر دوست داشته باشید میتونید تهیه کنید، اگر نه سرمانکن موی الیاف بگیرید، هزینهش پایین‌تر اما خب بهش مواد دکلوره نمیشه زد، اما میتونید که روش فویل پیچی، تکنیک ها و انواع و اقسام اینا رو تمرین کنید. مثلا من خودم یادم اوایل آموزشم یه سرمانکن الیاف داشتم و می اومدم حالا روی اون تمرین میکردم، تقسیم بندی ها، تکنیک ها و فویل پیچی که میخواستم بکنم چون مواد دکلوره نمیشد به اون مو بزنی چون الیافه، می اومدم از ماسک مو استفاده میکردم برای فویل پیچی. می اومدم از ماست، از یه سری موادی که فقط مو رو به فویل بچسبونه و شما فویل پیچی رو انجام بدین، دستتون راه بیفته.
این کار رو میتونین انجام بدین تا اینکه مدل واقعی بگیرید. بچه‌ها برای مدل گرفتن هم چند تا روش هست که باز من اونو براتون ویدیو میگیرم، چون این ویدیو فکر کنم دیگه خیلی طولانی شده باشه و اگر که سوالی، نکته‌ای، چیزی بود حتما توی کامنت ها بهم بگین، من به تک تکشون جواب میدم. و اگر که این ویدیو براتون مفید بود کانالم رو سابسکرایب کنید، براتون کلی ویدیوهای بیشتر قرار بگیرم و امیدوارم که موفق باشید.